دوباره مریض نیوروفیبروماتوزه که والدین این مشکل داشتن، البته اینو سطحی تر بوده ولی خانم 3 تا طفل هم داره و یک سایه که از شونه و شروع شده، میبینیم قسمت زایه از شونه شروع شده و تا قسمت سوری ادامه داره. یک چیز کاملا اضافی که قسمت تقریبا میشه گفت نصف وزن خودم که ذریعه عمل داره، یک زایات کلونه که از خلف مریض از شونه شروع شده آمده به این طرف تا این طرف هم که در میده، میبینید تا قسمت قدام مریض هم زایه وجود داره، تا این قسمت با سینی مریض یکی شده. اینا کلا زایه غیر نرماله. البته که ما زیاد کوشش بکنیم احتمالاً که قسمت از این بتونیم وزن بداریم به عملیات اول که چون به گرفت چیزا ضرورت نشه، همه به در داشته باشه دیگه، برای مریض یک کمکی بشه. به لحاظ زیبایی به لحاظ طبی چون وزن واقعا اضافی هم شاید 10 کیلو 12 کیلو وزن باشه. احتمالاً که از این جور داریم تا به این جلو زیر خودش بزنیم برای باشه اینا دیگه زیر بگی چربی به چربی هم سرشن کنیم پست نمیشه. به هر حال دو تا عملیات شما در نظر